سلام خدمت شما همراهان عزیزم. امروز میخوایم یاد بگیریم که چطور میتونیم یک لودینگ زیبا درست کنیم. پس بریم با همدیگه آموزشو بریم. خب من اینجا این کامپوزیشن درست میکنم و شروع میکنم کشیدن یک شیپ دایره شکل. خب من دو تا دوپلیکیت ازش میگیرم که 3 تا دایره داشته باشم و یه دایره میارم مرکز و دایره بعدی رو گوشه قرار میدم. حالا سعی کنید که برای قشنگی کار اینا فاصله‌اش رو رعایت کنید. خب من 3 تا شیپامون رو توی یک ریکام قرار میدم. حالا یک شیپ توپو رو باید درست کنیم. بدون سوک و با همون رنگ شیپ. خب چیزی که داریم حالا تقریبا اینه، یعنی یکم باید خوبه. حالا کلید پی پوزیشن رو روشن میکنیم و میایم کی فریمش رو فعال میکنیم، میگیم تو ثانیه 0 شیپمون اینجا باشه و ثانیه آخر هم دقیقا همینجا قرار بگیره و این مابین بیاد به سمت چپ. خب چیزی داریم تقریبا چنین چیزیه. ویدیو رو بزنم و کیفرم ها رو همه رو با حالت ایز قرار بدیم تا یکم نبتر بشه. خب کار ما تا اینجا به خوبی انجام شده. حالا فقط کافیه که من بیام یک ادجاستمنت لایه ایجاد کنم و فیلتر فست باکس بلو رو قرار بدم داخل. تیکش رو فعال میکنیم، رو حالت 35 میذارم. خب خیلی عالی. حالا میام لول رو انتخاب میکنم و پلاگین لول رو روی ادجاستمنت قرار بدم. خب اون رو حالت آلفا قرار میدم و کافی یکم با لولش بازی کنم تا به نتیجه مورد نظرم برسم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشیم. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.